حتی بعضی علما در مسئله غیبت گفتن که یک آدم سراسیمه فلانی سراسیمه کارگویی همین غیبت است. گفتن روز قیامت از همین کلمه پرسیده میشه فلان امام قرائتش زیبا هست، فلان امام قرائتش زیبا نیست. ستکتب شهادتهم و یسألون. الله تعالی میگه که شهادتاشون نوشته میشه و یسألون پرسیده میشه روز قیامت. بنابراین انسان زبان خودش از کارهایی که به خودش دخل ندارد، مولا یعنی از بی علم گپ زدن، از ناحق گپ زدن نگاه می‌دارد. امام شافعی گفتند که لو كنت مغتابا احدا لاغتبت امی. اگر من یک کس غیبت کردنی شوم، غیبت یعنی یک آدم خصلت‌های بدش میگوید فلان چی بخیل است، سخت است، این است آن است، گفته آدم از قفاش غیبت می اصلا غیبت کاری ترسانچک است، از قفا گپ میزند. خلاصه امام شافعی گفتن که اگر من یگان کس غیبت کردنی شوم مادرم را غیبت میکنم، لانها احق الناس بحسناتی، چون که مادر من سزاوارترین شخص به حسنات من، به ثوابهای من سزاوارترین شخص مادر من است. شما وقتی یک کس تحقیر میکنید، تنقید میکنید، وقتی که ناحق هست در پیشگاه الله تعالی، در پیشگاه قاضی، حتی در پیشگاه مردم هم جواب گفته نمیتونید، شما گناهکار هستید. و وقتی که گناه میگیرید روز قیامت کسی رو که غیبت کردید، الله سبحانه و تعالی ثوابهایی که کردید گرفته به اون شخصی که غیبت کردید میدهد. ثوابهای نمازهای خواندگیتان، روزه‌های داشتگیتان، خیر و سخاوتایی که کردید ثواباتون رو میگیرد به اون میدهد. اگر ثوابات نباشد از گناههای وای گرفته بر ذمه شما میپرد. بنابراین امام شافعی گفتن که اگر اون کس غیبت کردنی شوم، یعنی یک وسوسه میبیاد که فلان چی غیبت کن، خودداری میکنم، یعنی اگر کردنی باشه من مادرم میکنم. آدم مادرش در بین مردم غیبت نمیکنه، لیکن اگر رفت و یا اون کس غیبت کردنی شوم، بهتر این که مادری خودم را غیبت کنم، چون که ثواب عملهای من رودم به کی رود؟ به مادرم رود، به بیگانه نرود. یعنی معناش بزرگ است، معنای سخن امام شافعی. این سخن اگر وقتی که در حق یک آدم گپ زدنی میشید و خاطرتون بیارید و خودداری کنید.